با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم. چند تبریک به ملت عرض میکنم. یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونی است. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریباً از پا در آمد و له شد. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد، چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. به مراکز هسته‌ای ما حمله کردند که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اون چی که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت، به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه، پایگاه العدید، حمله کرد و خساراتی وارد کرد. Saya Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.